با یک مراتبه دیگر افضلیت داشتن صحبت‌های غیرنقدی را احساس کرده شدند که در همین دوره پاندمی یکی از پهن‌کنندگان یعنی شیرویت همین مبلغ نقد است. دیدن مردم توان نکرد با همون توسط کورتو پرداخت کردن عادت کنند. 537 عدد پوسترنال مردم در مرکزهای سودا و دیگر نقطه فروشی سوری دیگر جاها نصب کرده شده است که صحبت‌ها در این سمت نیز افزایش یافته است. همزمان بانک در یک جایگی با کمیته اندازه نزدیک کمک می‌توانند اقدامی با استفاده از کورت‌های پرداختی امانت بانک قبول مبلغ‌های انداز و به طور غیرنقدی راه اندازی نمود. در برابر این برنامه مبلی بانکی با مقصد جلب امانت پسندازهای شخصانی حقوقی مخصوصاً از حساب مبلغ‌های انتقالی مجرمان ملتی تعرضه شده است در شکل نو فعال گردید. این خدمت رسانی برای گذراندن مبلغ‌های انتقالی از کورتو و همیان‌های الکترونیک و پسندازها خیلی طولانی می‌باشد. بیشتر مهاجران ملتی که مبلغ روان می‌کردند و خشت‌آبادها و یعنی که روان می‌کردند اون مبلغ‌ها می‌توانستند که بیرون از اختیار یا صاحب مبلغ از طرف خشت‌آبادها با مقصدهای گوناگون ثبت کرده شد. امروز مهاجران ملتی امکان دارند که توسط کورتو مبلغ‌ها را بگذرانند و به طریق اتوماتیک در پسندازهایی که خود اونها شدند در آن گذاشته شود حتی فایزه هم حساب کرده شود و هنگام بازگشت مبلغ را مخورگی آنها گیرند و خودشان اختیارداری کنند. در سمت جاری نمودن تکنولوژی قبول اندازه‌ها و پرداخت‌های حتمی از اهالی در همبستگی با متخصصان کمیته اندازه نزدیک مجموعه دوستان تا امروز 300 عدد محتوای قبول خدمت اندازه‌ها در مرکزهای خدمت رسانی امانت‌ها و شهرنامه‌ها با استفاده از برنامه قبول پرداخت‌ها فعالیت نموده شده است. این تنها در همین دوره حسابداری یعنی در همین 6 ماه 65 عدد چنین نکته شده شد. این شفافیت رو تامین می‌کند. یعنی همین لحظه اگر مبلغ انداز ورود کرده شد همین لحظه البته در همون مرکزی حساب برکنی خود انداز یعنی ورود کرده می‌شود. با مقصد تامین شفافیت در سمت قبول و انتقال مبلغ‌های کمونالی و همزمان آگاه شدن مشتری از حالت قرضداری و پرداخت مبلغ‌ها با این مقصد تا امروز و برنامه قبول مبلغ‌های کمونالی شماره 559 عدد مرکزهای خدمت رسانی و مقاطع خدمت رسانی فیل‌ها پیوست کرده شد که نسبت همین دوره سال گذشته 156 عدد زیاد است. تنها در 6 ماه 86 تا چنین مرکزها مخ شدند. این هم شفافیت پرداخت مبلغ‌های بعد را تامین می‌کند. برنامه موبیلی امانت آنلاین که برای پرداخت مبلغ‌های کمونالی، پرداخت تلفن‌های موبیلی، انتقال مبلغ‌ها از یک کارت به کارت دیگر و یا عملیات‌های بانکی امکان می‌دهد در طرح نو با در نظر داشت طلبات‌های امروزه بزرگی خدمت رسانی بانکی مورد استفاده قرار داشتند. چون اگه بسیاری‌ها میگن که من الف بانک دیگر بانک بودن، اون بانک‌های خوب بودن. ما در این سم بسیار محنت کردیم، بسیار کار کردیم که پیش از همه اول خلق‌ها را اداره کنیم. بعداً به اهالی همین مبلغ‌ها را اجازه دادیم که توسط کورت‌ها بگذرانند. امروز ما برنامه نو خریداری کردیم، البته برنامه امانت آنلاین کرده شده است، ولی تمام که البته میزبان از این نیز استفاده بردارند. همزمان با مقصد رشد صحبت باریکن غیرنقدی امانت بانک شماره 10 عدد تشکیلات خرجی را به همین مرکز تأسیسی خود پیوست کرد. امروز میزبان میتوانند که کارت دیگر بانک هم که داشته باشند از امانت بانک از بانک‌ها استفاده کنند یا که از پست ایران استفاده کنند یا اینکه برعکس کارت امانت بانک رو داشته باشند اگر از همین 10 تشکیلات یعنی 10 بانکی که در جمهوری هست و بانک هم دارند از اونها استفاده کنند. یعنی که آهسته امکانات‌های میزبان را وسیع کرده شده در نظر است که تا آخر سال همه این بانک‌ها با این پیوست شوند. در نتیجه گردش مبلغ‌های غیرنقدی یعنی صورت‌های غیرنقدی در همین دوره 277 میلیارد تومان تشکیل کرده نسبت همین دوره سال گذشته 2.6 مرتبه زیاد می‌باشد. حساب‌های بین‌المللی یا که چقدر همین دوره پاندمی و دیگر چیزها واسه با این ما حساب‌های غیرنقدی که با بانک‌های خارجی داشتیم 1 میلیارد دلار را تشکیل کرد. از این گردش‌ها توسط از اون گردش‌ها توسط کورت‌های پرداختی بانکی 3.9 میلیارد نزدیک 4 میلیارد تومانی تمام توسط کورت گذشته است که نسبت همین دوره سال گذشته 11.7% زیاد می‌باشد. و سال 30 میلیون سال 2020 فیل‌های بانک 1 میلیارد تومانی مبلغ‌های قوای بعد قبول کرده که نسبت همین دوره سال گذشته 19.2% زیاد می‌باشد. سطح بلند پرداخت‌پذیری بانک یعنی اجرای بی‌معمولیت بودجه در از پسندازان و کفالت دولتی پسندازان امانت‌ها امکان را که شماره پسندازان و 1.6 میلیون نفر
رسد. در نتیجه بقیه پسندازهای شخصان حقوقی واقعی در امانتبان با سنه 30 میلیون 3.2 میلیارد تومان تشکیل داد و ما از روی این نشون دهنده در نظام بانکی جای نامگذاری شده می‌کند. نزدیک 30% امانت‌های نظام بانکی در امانتبان هستند. 70% دیگر همه بانک. یعنی که وزن قیاسی خریدی مگر امانتبان در جای اول نیست در شماره و مبلغی که پسندازان در مورد دارند. از جمله بقیه پسندازهای احوالی 1.3 میلیارد و مهلتناک آنها 870 میلیون تومان تشکیل می‌دهد. امانتبان فقط در همین 6 ماه با احوالی 39.7 میلیون تومانی فایز پرداخت کرده است که این سطح زندگی مردم را تو اندازه میتواند که یعنی مبلغ بیکاری که احوالی دارند در ما گذاشتن در شهر نزدیک 40 میلیون تومانی به مردم فایز پسنداز پرداخت کردیم. باید قید نمود که در بانک با مقصد فراهم آوردن شرایط نصوری جهت به پسنداز جلب نمودن مبلغ‌های انتقالی و جمهوری وارد شونده پسنداز مهلتناک هموطن گروه مرزی رو هم گذاشته شده. چیزی که ما در اول قید کردیم توسط همین نمود پسنداز آنها میتوانند مبلغات خود را در پسندازهای مهلتناک بگذارند. امانتبان فعالیت خود را در سطح جلب هرچه بیشتری سرمایه‌گذاری به اقتصاد کشور و در این زمینه پیشبرد فعالیت صاحبکاری و وسعت بخشیده از آغاز جلب سرمایه‌گذاری‌ها 69.5 میلیون دلار جلب نموده است که با استفاده مبلغ‌های قرضی در 51 شهر نوحه 79 لایحه سرمایه‌گذاری برای رشد سالات مختلف اقتصادی مملکت عملی شده است. از جمله بانک در دوره کمیسیون بین‌الحکومتی از بانک‌های جمهوری ازبکستان در حجم 43 میلیون دلار جمهوری تاجیکستان خط قرضی یعنی سازشنامه با امضا رساند که 33 میلیون دلار آن از حساب بانک ملی فعالیت اقتصادی خارجی ازبکستان و 10 میلیون دلار باشد از حساب بانک صنعت و ساختمانی ازبکستان باشد. توسط این شرطنامه بانک مبلغ‌ها را به 9 شرکت وطنی در حجم 5.5 میلیون دلار آمریکایی و جمهوری تاجیکستان وارد نمود. در ارتباط با دستور سفارش‌های کشور معظم ملت امانتبان در سمت زیاد نمودن حجم خرج‌ها و سابقه‌های استثماری بخش رسانه‌های استثماری محصولات ایوازکننده واردات و محصولات نگراننده شده، رشد دیرپا سیاحی و منابع مردمی، پس نمودن فایز میان‌وزن خرج‌ها، فراهم آوردن شرایط مساوی برای دسترسی اهالی و صاحبکاران با واسطه‌های مولدی، اینچنین پیشنهاد خرج‌های خرد مخصوصاً منابع دست کشور شورای ضروری اندشی. از جمله امانتبان جهت ساده نمودن ترتیب خرجی بیشتر پیشنهاد نمودن خرج‌ها با سازمان استثماری از جمله صاحبکاران خودرو مرخص کردن فایز تحصیل و پیشنهاد شونده سیاست قرضی را با کلی دیگر کرد. یعنی در این دوره ما تجدید سیاست کردیم در سمت پیشنهاد خرج‌ها و با یک چند نشان دهنده‌های خوب مولوی نیست یعنی نوعی گرفتیم. ما 2% نسبت بیشتر پاس کردیم فایز خرج‌ها یعنی با مردم امکانیت دادیم که هم توسط امریکا یعنی قسم پرداخت کردن هم مانند اساسی و فایز یا اینکه به طریق کلاسیک چگونه که با میزان یعنی مناسب باشد موافق باشد همون خیلی عمل کردیم. تا بی‌گرا تا 10,000 تومان بود ما در این دوره تا 20,000 تومان کردیم. یعنی بی‌گرا امروز میتوانند میزان با پیشنهاد کردن یکم کفیل مناسب و رویت‌های خود 20,000 تومان بی‌گرا از مردم مبلغ بگیرند. بنابر سببی که دارندگان نهایت زیادی کارهای بانکی نفقه خوانده باشند کارمندای سراغی که از بودجه مبلغ گذاری میشن باشند ما خرج‌های اووردرافتی برای یک ماه پیش گرفتن معاش اجازه دادیم ما همین 2 ماه کردیم یعنی که اووردرافت نفری که میتواند که یک افراد معاش خودش از مغازه و از مکتبش باشد از دکتر باشد نمیدونم نفقه باشد مبلغ گذاری که نباشد توسط قرض اووردرافت اونو میتواند که مبلغ یک ماه پیش بگیرن امروز ما 2 ماه پیش کردیم گیرد تا 2 ماه پرداخت کنند یعنی ضرور شده اگر از اونی که از همسایه از دیگر خرج میکنن میتواند که نفر رفتن مبلغ خودش گیرد. علاوه بر این خرج‌هایی که از ازبکستان وارد شده است 8 میلیون فایز تشکیل کرده شده است مهاجر شهر و باز گفتگوشینی رفته شده است این احتمال است که باز تو یک 2 فایز دیگر بازم ارزان‌تر کنیم مبلغی که از ازبکستان جلب کرده می‌شود. در برابر این در بانک با مقصد سهام‌گذاری در یک از سمت‌های هدف‌های استراتژیک مملکت در همین 6 ماه ما یک اقدام کشاورز پیشه کردیم از ماه 1 مارس تا 1 مای برای
дастгирии хоҷагиҳои хурду хоҷагии дилхонии хурду мекунанд фақат барои таъмини амнияти ӯзуқорӣ. мо эълон доштем ки ба мо шояд фоида зарур набошад, чунки мо ҳис карда истем ки ҳамин зимистон нисбати зимистонҳои дигар шояд мушкил мешавад ва он дастур сифоришҳои ҳукумати давлат ки як ваҷа замина бекор намонад ё ки кишти такрорӣ 3 ҳосил 4 ҳосил гирифтан дар кор бошад. қувваи корӣ дорад, замин дорад, мо дар онҷа кӯмак мекунем аз 3000 сомонӣ то 500,000 сомонӣ маблағҳоро бо 18% солона бо арзи миллӣ ва бо 10% солона бо арзи хориҷӣ яъне пешниҳод кардем. иқдом то 1 май идома ёфт, баъдан дархостҳои ниҳоят зиёд шуданд, то 1 июн тамдид кардем, боз дархостҳо зиёд шуданд, то 15 июн тамдид кардем ки ҳатто ноҳияҳои дурдасте ки то моҳои июн ҳам имконияти киш кардан доранд, яъне баҳор дар онҷо дертар мерасад, онҳо ҳам аз ин маблағҳо истифода бурда. дар натиҷа наздики 52 миллион сомонӣ аз ҳамин фақат маблағҳои кишоварзӣ мардум чиз гирифтанд. Муолаҷ то 3 сол мондем, ҳатто аз 2 моҳ то 6 моҳ давраи имтиёзӣ мондем. мақсад асосия чи аст? деҳқон бояд ки захираи зимистонии худашро дошта бошад, таъмин бошад. хуб, бо назардошти талаботи зиёд ба ин мо чиҳнаи қайд кардем, 2 маротиба ин иқдомро тамдид кардем. дар иртибот ба ин тағйиротҳо дар маҷмӯъ фоизи миёнаи қарзҳои амонатгоҳ аз 18 то 24% ва босомонӣ ва аз 10 то 12% бо асъори хориҷиро ташкил мекунад. нисбати ҳунарҳои мардумӣ рушди деҳқон ҳам таҷдид назар карда шуд. агар нафаре ки дар ин самт агар қарз гирад, агар ин ҳам аз 20% буд, боз 18%, боз 2% дигар пастар кардем. дар натиҷаи амалӣ намудани иқдомҳои мазкур ба ҳолати 30 июни соли 2020 аз ҳисоби захираҳои дохилӣ ба 26813 нафар 538 миллион сомонӣ қарз пешниҳод карда шуд ки нисбати ҳамин давра шумораи қарзгирандагон 37,5%, маблағи қарз гирифта шуда 2.5 маротиба зиёд шуд. яъне аллакай сандуқи қарзии амонатгоҳ